پیروزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. سلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها، اینا بعد از 1 دقیقه باز یک روز نو آغاز می شود. ما باشد از اولین ها شده می خواهیم امروز سرای آیتی را در جشن زادروزشان از مسافرت از نام دادرشان، از نام دمیرکه و از نام کلین پاشوشان که تشکیلاتچی امروز این تبریکات هستند، از نام پروین آیتی تبریک گوییم. این لحظه ها را همراه شمایان به هم بینیم. حضور می‌خواهیم ناراحت کردیم. سرای آیتی زادروز مبارک، روز تولد را امروز روز شکرانه را مبارکباد می‌گوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. عید بابا به نزدیکتر. امروز از همه بهترین روز برای شما، برای زلیخا خانم است. چون گفتم چند سال‌ها پیش هر دوی شمایان را خداوند کریم با چنین تحفه آورد. السلام علیکم. عذر می‌خواهیم ناراحت کردیم. و با اولین جشن زادروزی فرزندتان شمایان را تبریک می‌گوییم. سرای آیتی شمایان از نام مسافر نزدیکان و جگربندانتان، از نام دادر عزیزتان، از نام دمیرکم، از نام کلین پاشا همچون خواهر هستند تشکیلاتچی این تبریکات ما. البته از نام پروین آیتی تبریک می‌گوییم. صحبت کردیم تا آمدن سن چخیل میکنیم. گفتم سورپریز میشود، چرا نمید؟ گفتم چی گفته تبریک کنم؟ صحبت کردیم همراهشان. دمیرکم میگوید وقتی که من دانشجو شدم، یک استودنت شدم، و من بسیار 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 چقدر گویم کم است یاردم کردن، مرا خواندن، همراهی قطار پدر مادرم ایستادن، مرا خواندن، صاحب علم شدن و یاری کلام دادن. من تا هسته حیات خدمتشان را کنم کم است. دانیال نزدیک استایمشان با تا هسته حیات خدمتشان را کنم کم است. و هیچ وقت نگوید که من تنها هستم، هیچ وقت نگوید. در سر ما خدا را شکر که داداجان بیجانم هستند. در سر ما به خاطر همون پدر مادرم سلامت باشند. ما همراهشان هستیم، همیشه همراهشان هستیم. ما در مسافرت میگردیم، دل ما تینج، چون گفتم فرزندای ما در دست چنین انسان ها هستند. رحمت میگویم دانیار، پروانه، اسرارجان، دیاربانیه با یک چشم نگاه کردن همچون فرزندای خودشان کلام کرده ایستاده. با مسافری به اساس تشویش‌های زندگی کار کرده ایستادیم. لیکن باز یک طرف دل ما خرسند است که چنین عمه دارم، عمه که جای هم پدر و هم مادرم میگیرد. و از نام دمیرکم، از نام پروین آیتی برایتان میگویم دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر.
چشمش پوری آب است به دیدار گسل، صبحی است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. اگر چی نغزی ها باشد همش برای فرزندای ما کردن، از دستشان چی نیکی ها باشد برای ما کردن، این نیکی هایشان ما هیچ وقت از یاد نمیبریم. همیشه در سر ما سایبان باشن، بسیار ناز ببینید، دوست می‌داریم. خدا کنه 60 سالگی 120 سالگیشان هم خیلی جشن گرفتن نصیب کنن و همیشه صحت سلامت باشن، زادروزشان مبارک گفته. انا همین گروه دسته زیبا مانند خودی خودتان را تقدیم میکنیم با قرصک‌ها و صوت و صدا. مرحبا. مبارک باشن. و البته شیرینی را نزدیکتر ببیاریم. مرحبا. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Dora Gosha, Kyoto Darosu. Тройки дали также. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули да больше, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею, я могу лишь по-простому, но от сердца با قیاس خودم میدانم که منم 4 خواهر دارم. خواهران منم و فرزندان من جانشان را میدیم. شما هم اما جانی عزیز هستید. برای جیان ها همه نیکی های آرزو میکنید و حضور و حلاوت همین جیان های دیدن نصیب کند. خدا کند که خاندان زیبای حیدبای بابام و تویهای نکاحی کلان شود و زلیخا خالم و شما فقط رسای خورسندی با تشویش‌های شیرین بعد شده گشتن نصیب کنند. زلیخا خالم شما هم رحمت، شما هم تبریک میگویم با اولین فرزند جشن زادروزشان. همیشه صحت سلامت باشید. شما را حیدبای بابام البته دمیرکم برای نویتیم یاد کردن. تشکر میگویم برای تربیه نیکی فرزندان. شمایان هستید که آنها در مسافره سر بالا کردند، پیشپای پا نخورده با دعاهای نیکی شمایان خوش و خوشبختانه گشته ایستادند. زلیخا را میخواستیم فرزند عزیزتون یک تبریک کنید. مرحبا. سرایو صد بدرو پیری به دولت شد نیورا ایورا هم یک خوشت بین سرکت با اینویت دو فرزندوش کتی سنت کتی همه وقت سخ باشد دمیر کلون رحمت دیا خودتون با گیچوی با باشه سخ باشه همه وقت خوش و خوش سنگردین. من میخوام که با دماغی چوخ با وقت به همین درگاه در اومده بیه فرزندکاتون رو تگی قنق کنه که جای با باشه سخ باشه دمیر پروینه کلون که جای با باشه رحمت عزتی کدگیاتون با حرمت عزت کدگیاتون با رحمت یک ده Неожиданно рекорды. Сюрприз? Сюрприз. Ay. Hayatlarım son merkez uzay kuşlandım Muşa'da. Süreycan Çin yaduram biraz dura. Ben zamircan kilim raydı baba.
ایال نمرده من گروه کایزن خواب سلامت باشم دوی فرزندان میرم ایوردار شما جوی افشان خدای دولت در پیش پانوش نگاه دارد بیروی سوزا مدد کنم یفته میشه آقا روزه خرسندی برای صاحب سلامت بیان سری بسرم صاحب باشه رحمتی کنم رحمت سلامت باشه زلیخا ما انعنبا نوبت رسم میدون یکی شب شد همسایه ناراحت نکنیم وقت رسم گیری کنیم رسمای با تاریخ مهر بکنیم خدا خواهد سرایتیم احج آمادگیشون با همه ویدیوها تماشا کردن ایواردار شده شما سر شما ساق سلامت باشه همینجا به تلویزیون کلام هاید بای با مونن همه تماشا کرده اشتن نصیب کنند ما باشد نوبت یک رسم گیری میکنیم بعد از آن با ما جواب برحمت یک خداتان شرکت تبریک کنه نکنم حاضر برابر سلامت باشد تشکر دلشان خرسند کرده در حقیقت خرسند شدن صحت سلامت باشد این سفر آمادگیتان ما یک با جشن گرفتن نصیب کنند برای شمایان شب خوش از نام پدر و مادرتان سلام میگویم سلامت باشد برحمت رحمت عذر میخواهیم ناراحت کرده باشیم هم خیلی با روزهای خرسندی با یک سورپریز آمده هم خیلی ناراحت کردن نصیب کند و فقط با تشویش های شیرین فرزند و نبیره ها بنش نگرده مبارک باشد ایدویمک زلیخا سری فرزندان با هیچ وقت خسته نشده ساق سلامت علاقه دعا گوشته جوان و بردمشته گشتن نصیب کند سلامت باشد رحمت اینک عزیزان باز در یک روزی نو صاحب جشن را سرایاتی را در جشن زادروزشان از نام مسافر نزدیکانشان از نام دمیرکه پروینایتی تبریک کردیم این لحظه های خرسندی را همراه شما با هم دیدیم ما طرفدار خرسندی هستیم میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است با ما باشد با شبکه شهنام سلامت باشد